اگر کسی بخواد مردش نره بیرون باید حواسش جمع باشه. اینه که عرق خورن میدونن چیه خب؟ نه مغز ران خب سولاخ میکردن سیر میکردن تو جان خب پر سیر معلوم نبودا بعد میذاشم تو دیگ زود پس 2 استکان آب میکردن درش میبستن وقتی واش میکردی یه کمی زرجوبه بود یه ذره فلفل نه بوش گیجید میکرد دل من مخواست بخورم ازش میگفتم ناقص میشه. برای چی درست میکردی؟ بابا بزرگ مهمان میامد برش از آمریکا بری پای مزه بعد اونا چاقو میذاشن روش همه را خوشگل در میآورده ماست و خیار ماست رنده میکردن خیار رنده میکردن ماست و خیار جدا میکردن همه چی مرتب میکردیم اگر کسی بخواد مردش نره بیرون باید حواسش جمع باشه سیاست‌های منبردی پاش بند کنه همه چی با به دلش درست قابل توجه دختره امروزی فهمیدی؟ نه با دعوا